لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. عزیز، ملت نجیب و با دیانت سرزمین تخار، به ویژه مخاطبین منبر مسجد جامع مرکزی شهر طالقان، امروز من خدمت همه شما و همچنان خدمت همه امت اسلامی یک بشارت و مژده خاصی دارم. بشارت و مژده از این قرار است که در اتاق نشسته بودیم، عزیز تماس گرفت، گفت یک برادری با شما میخواهد ملاقات بکنه. ما گفتیم بفرمایید. در دفتر مدرسه ما نشسته بودیم، یک برادر بدخشانی ما که الله متعال در زندگی زی، در کاروباری زی، در جوانی زی خیر و برکت نصیب بکنه، وسیله هست در میان ما. یک برادر بدخشی ما یک برادر چینایی را با خود گرفت و وارد دفتر مدرسه ما شد. الحمدلله. و گفت این برادر در مورد اسلام مطالعه کرده و من خواستم ایره با عالمی ملاقات بتم، اگر شکوک و شبهات و اعتراضات بالای اسلام داره برطرف شود و این آماده است که انشاءالله مسلمان شود. مرحبا گفتیم، خوش آمدید گفتیم، خیلی خوشحال شدیم، چون زبان نمیفهمیدیم، از مترجم تلفن استفاده کردیم. بعد در تلفن چند کلمات شکسته من خدمتش عرض کردم. اسلام الحمدلله دین انسانیت است، اسلام دین عدالت است، اسلام دین برادری هست. در این تفاوت‌های طبقاتی رنگ زبانی گپا مطرح نیست. اگر تو مسلمان شوی برادری ما هستی، نور چشم ما هستی، جان تو، مال تو، آبروی تو همش محفوظ است و تو سر ما حقوق را می داشته باشی. هر اعتراض و شبهه‌ای داری ما در خدمت. بالاخره بعد از گفتمان‌های طولانی این برادر مسلمان ما الحمدلله که آماده پذیرش اسلام شد. الحمدلله. و عملا کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله را به زبان خود جاری کرد که کمال سعادت است. الحمدلله. روز شنبه گذشته بود و بعد در واتساپ با هم ارتباط داشتیم. ما گفتم روز جمعه ان شاء الله که در مسجد جامع در حضور برادران و عزیزان ما شما تشریف بیاورید، بار دیگر کلمه را عرضه بکنید که همه ملت مسلمان شاهد افتخار بزرگ بوده باشند و این ان شاء الله که ما یک افتخار بسیار بزرگ میدانیم. الحمدلله. همونطوری که شما شاهد بودین چند ماه قبل یک خواهر مسلمان ما از کشور دیگری به سبب وسیله میشه خو اصل توفیق الله متعال میته، بیانات پراگنده و متشتت ما را شنید، الحمدلله مسلمان شد که صدای زیر به شما شنوانده بودیم. و این روز برادر خودش در حضور ما در کنار ما قرار داره و ما را به اسلام خوش آمدید میگیم و اینجا کلمه را دوباره عرضه میکنه. و نام ایزی برادر مالی بود، مالی، و ما این را تغییر نام دادیم به نام عبدالمالک. عبدالمالک و این برادری مسلمان ماست الحمدلله و این را ما در آغوش خود میگیریم، در کنار خود میگیریم. الحمدلله که امتیازات اسلام ما، ویژگی های اسلامی ما، اخلاق اسلامی ما باعث می شود که ملت ها و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. عزیزان من، عرض میس برادران ما، اینا با مطالعه کردن اسلام مسلمان می شوند، اما ما با عمل کرده ما نکنیم ملت ها را از دین اسلام، از اخلاقیات اسلام، از مکتب اسلام دور نکنیم، دروغ را در میان جامعه عام نکنیم، با خیانت، با دروغ، با فریبکاری، با جعل، با تزویر ملت ها را از مکتب اسلام بیگانه نکنیم. عزیزان من، اسلام را در جوامع اسلامی بدنام نکنیم. امروز در جهان بیرون اسلام به نام دین ترور و دین وحشت و دین دروغ و دین دغل متاسفانه که معروف است. اونا با مطالعه کردن زندگی انسان‌های چون من و شما اسلام را میشناسن. اگر اسلام را از آدرس دقیقش مطالعه بکنن، شک نکنیم که اسلام دین جهانی می شود، همانطوری که دین جهانی است. این عمل کرد نادرست من و توست، این دروغ گفتن من و توست، این خیانت من و توست که از کافر یک قدم پیشتر خیانت میکنیم، از کافر یک قدم پیشتر ما به تعهدات خود، به قول خود ایستاده نیستیم. عدالت نیست، تعصب است.
ظلم است، بدبختی است، این باعث میشه که ملت ها از اسلام فاصله بگیرن. بنابراین این برادر مسلمان ما اینجا در حضور همه ما شما استاد میشه، کلمه را تکرار میکنه و ما انشاءالله که تشویق میکنیم با نعره‌های تکبیر و انشاءالله که در حق ازی دعای ثبات، استقامت و پایداری می داشته باشیم انشاءالله. سلام علیکم. تشکر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. این برادر ما از کشور چین است، و این نامش مالی بوده، نامی ازی را ما به عبدالمالک تبدیل کردیم. عبدالمالک نامی ازی است، انشاءالله که عملا مسلمان است و برادر ماست. جانی ازی، مالی ازی، آبروی ازی همه محفوظ است و مثل یک برادر در کنار ما زندگی میکنه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. جزاكم الله خير.